من هنوز اونقدر ثروتمند نشدم که از محصولات اوردینری استفاده کنم. این یه ضرب‌المثل جدید پوستیه. محصولات اوردینری خیلی مورد علاقه من نیست. اتفاقاً ترکیبات پاکی هم داره و یکی از پاکترین هاست. مشکلی که من باهاش دارم اینه که اسم خودش رو گذاشته اوردینری، برای اینکه همه احساس خودمونی باهاش بکنن، محصولاتش رو قیمتش رو پایین گذاشته، ولی اومده یه تکنیک بازاریابی به کار برده که خوشایند من یکی به عنوان کسی که توجه داره به ترکیبات نیست و اونم اینه که هر اکتیو رو به شکل جداگونه توی یه دونه شیشه گذاشته و هر کدوم رو جداگونه میفروشه. یعنی شما وقتی که میخواین تهیهش بکنی نگاه میکنین این چه قیمت کمی داره، اولی رو میخری، بعدا متوجه میشی که برای برطرف کردن نیاز پوستت یا مشکلات پوستی مثل لک شما نیاز به چندین اکتیو مختلف داری، شیشه دوم، سوم، چهارم، و وقتی به خودت میای میبینی که یک عالمه اوردینری خریدی. اندازه یک برندی که در ابتدا یک فرمولاسیون عالی با هم‌افزایی اکتیو ها رو تولید کرده و همه این اکتیو ها رو با هم دیگه ریخته داخل یه دونه شیشه، قیمتش بالاتر، شما هزینه کردی. یه مثال دیگه میخوام از اوردینری بهتون بزنم و اون محصولی هستش که فقط داره آب و گلیسرین رو به شما میفروشه و اسمش رو هم گذاشته، چیزی که باعث میشه جذب محصولات دیگه‌تون افزایش پیدا بکنه. کاملا درست میگه، به خاطر اینکه گلیسرین میتونه کمک بکنه به افزایش جذب بقیه اکتیو ها. ولی آیا انصافه که شما بیای گلیسرین و آب و توی یه شیشه فانتزی بذاری و اون رو هم به مردم بفروشی؟ توی تمام محصولات خصوصا مرطوب کننده ها ما آب و گلیسرین رو داریم. حالا شما بگی اونقدی ثروتمند هستید که اوردینری باز باشید؟